من همیشه از بچگی حرف زدن با آدم رو دوست داشتم، اما یه سوال اگه بخوام از همه آدمایی که باشون حرف میزنم بپرسم که بخوام بدونم این آدم جایگاهش تو زندگی من چیه، آیا این کسی هست که من بخوام تا 10 سال آینده باش ارتباط برقرار کنم یا نه، اون سوال اینه: هدف تو از زندگی چیه؟ چرا زنده ای؟ دلیل نفس کشیدنت چیه؟ و خب اگه نتونی به این جواب بدی، به نظر من تسلیم شد بمیر. جدی میگم. مگه میشه؟ اصلا مگه داریم تو بیدار میشی و با خودت میگی ایول یه روز خوب دیگه برای اسکرول کردن؟ نه، معلومه که اینطوری نیست. باید بیدار شی و دلیل شخصی خودتو داشته باشی. و خب اگه نظم داشته باشی، بخوای بگی که اوکی این زندگی منه، این هم انتخاب منه، دلم میخواد اینطوری زندگی کنم، باید بگم که نه رفیق، زندگی تو روی زندگی پدر مادرت، روی زندگی دوستات اثر میذاره. و خب خودت به درک، اما برای اونا باید هدف داشته باشی. و این هدفتون میتونه شخصی باشه، مثل که میخوام معروف شم، میخوام به فلان قدر پول برسم، یا میتونه برای خانواده‌ات باشه، به خاطر خانواده‌ام میخوام انجامش بدم و این میشه هدف خوب تو. پس هدفتو پیدا کن تو زندگی و بدون چرا داری زندگی میکنی.